салому алейкум бародарон, зиндаву сарбаланду хонобод бошен. ҳозир мо дар хуҷанди бостонӣ тамошо карда гашта ҳастем. Дина як мусобиқа буд байни ҷавоно, байни шӯҳратҷону байни Разоқ легенда бо ду ҷавони дигар. Иншоалло дар бораи мусобиқаҳорам суҳбат мекунем. Баъди мусобиқа бисёр мухлисо бисёр буданд. Омадан аз ҳар тараф гуфтам бобо як пиёла чой бад. گفتم خیلیش ما میریم اخی بابا چیکار میکنن بابا فقط همین تشکیلی با تشکیلی میگردن خب چیکار میکنن کم کم دیگه شوندیم کم کم عبودکاری هم کردیم بعد رفتیم یک جا پیش میدان ورزشی ایره این طرف یک جای خوراکخوری بوده یعنی که پاندا سوشی میگفتن خوراکای یاپنسکی خوراکا بوده گفتم بیا بریم بعد میکنه همونجا هم صحبت میکنیم هم یک پیاله چای میگیریم البته ما اونجا رفتیم مخلصا بسیار بودن بعد شیشتیم کم کم نوارم کردیم نه که اومدم تا حاضر باور که سیرم خوراک نگاه میگینی خوراک کمتره نه که همین خیلی بمزه همین خیلی کالورش بسیار فکر میکنم که همین کم میخوری فکرت ویران نمیشه نه که یک روز تا بگره سیر میگردی کالریش بسیار این چیزا رو که ما میدونیم که خیلی که عسل و چهارمغز خیلی چیز تاجیکی میخوریم حاضر همین چیزا یاپنسکی میگن یاپنسکی خیلی یاپنی ده منم خیلی کسوکا هستم بسیار چیزا بامزه بالازد خوردیم اونجا به نهایت راحت کردیم باور که خوشمندو میتونن که برون همین چیزا پاندا سوشی ده لایکنا خب خوراکا زکاس کنن خوراکای مثال خارجی میخورن یاپنسکی میخورن японский мехрен бугу лагманои зур доштан ба ҳамун ранги ҳамун суши бугу шириниё тиёр карги гарени ҳамара бугу реально خب اونجا دا میخوریم بعد اونجا دا گفتم که چیزا هستن بابا خیلی کوچولو نو وای که لاگمان بیار من گفتم بیار لاگمان خب با لاگمان آوردم گوش کنید شوکر برادرو اینجا دا گفت انا کورسکوی یاپنسکی یعنی دو تا شوانگار بگی بگم تولو میکنی تاریکم نشید آخری نشید من گفتم بیار هم ببین که تاجیکی را بیارم شاخینی تاجیکی را بیار بزنم تا گفتم بخورم سایرو میگه که شما فقط بابا تشکیل خیلی بابا را بابا فقط دعا میتن تشکیلی دعا میتن تشکیلی دیگه یکم کورنست آخری اینه دیگه حالم شوندیم بایم کردیم بینی هات مادام آخوشید چخیلی که با خوردهستم ببرم اونجا با آبیتی با یک کشکی که با لاگمانات بودیم بعد اینجا با شیرینی آوردم که رنگی سوشی هم خیلی آوردم بعد گفتم شیانی یا شیرینی رنگی شیرینی میتوان لیکن میخیلی همش دروی وایده کیو کلوبنی که همین میوهایی که در تابستان همین باید کن تر و تازه همواد دورنی هوای جای کرده که به نهایت بامزه باور که به نهایت بامزه احسن به شهرمردان وطن به شهربچه‌های اونجا که اینا کو چقدر ما چیزای خوب تیار کردن با میزو جان بدروین همیشه برمین همیشه ده پاندا سوشی ده خب اینو می بابا کند بگن که ما نوازهای بابا کنده ما میمونه بابا کنده باید بینی هست میمونداری خوب شلو میمونداری خوبتر با بعدی آوردم با یک همون شیرینی دیگه آوردم بابا ایشه چی که با ما مزه داره شیرینیاش هم باید یعنی که ما چی فهمیدم از روی تجربه زندگی از روی تجربه پربار از روی پیرای کردگی چی داریم پیش ما وقتی که جوان بودیم چون درام میکردیم کارای جسمانی سخت میکردیم همین یک طبق قروتا یا شکرا یا فطیر شوربا میآوردن یک طبق همین دستا رو میشوشتیم فقط نولا هم تا نولا میگذیم لغت کردن شکمام که دم میشید فیگور ویران میشید سنو کار میکردیم کالری وایم زوره نه که ما حاضر با زمانه روشی زمانه خدی یعنی که خوراکای کم کالریش بسیار در پاندا سوشی رو پروی منمی ورزشگاهی وای خوجان خب میتونه که برین همینجا مادا معقول شید برای همین خدا نگهبانتون باشه در نمونن برین با پاندا سوشی با سخنهای بابا برین شکم را سیر کنن
در حق بابارم داغو باشه نه مرم در حق شما، در حق وطن، در حق مردم خوجند. خوجند یک پاره دلی مای، خوجندی ها بسیار مهمان نوازم. باور که ما در خوجند نمیدونم که جای کی دوشنبه میرم اولی در فکر خیال ما نیست. خدا عمر دراز، تنی سال، مغز سال، خوشی های زندگی را با ما و شما تیاد. الله اکبر. الله مهربان این کارخانه را خدای مهربان پیشروی طرفش عید زیادتر دارم. من این کارگرش عمر دراز و تنی سال مغز سالم خوشی های زندگی نصیب بشون ببرم. الله مهربان پلاش را زیادتر کنه، در روزهای خرسانی و در آبادی و سازندگی صرف کنه. عمر دراز با برکت بیند بالای فرزندان بره باشون، دائم دعا باشید. الله اکبر. خیلی بخشید